درود مجدد ما را از استودیوی مرکزی رادیو تلویزیون ملی افغانستان از کابل عزیز پذیرا باشید. بازم بخش دوم و ادامه برنامه افتخار است. من میزبان 3 ورزشکار، 3 قهرمانی که توانستند در رقابت‌های انتخابی کابل در رشته مجسنی جایگاه‌های اول، دوم، سوم کسب بکنن اینجا هستم و بیشتر روی برگزاری رقابت‌ها صحبت می‌کنیم. بسیار خوش آمده. میمانا و دوربینا در اختیارتان است. ابتدا از خودت آغاز میکنیم. مدثر جان میشه خود معرفی بکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مدثر نایب خیر هستم. سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیون شما. سلامت بخیر. مدثر نایب خیر هستم، یک تن از ورزشکاران بوکسینگ افغانستان. بسیار خوب. ان شاء الله که من در آنونس اشتباه نکرده باشم، فکر کنم همه عرصه‌تان اول بله، عرصه ما و همچنان قهرمان دیگه هم هست. سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت بیننده های تلویزیون ملی اسپورت. فرید عزیزی هستم، یک تن از قهرمانان شهر کابل. بسیار خوب. همچنان سمیر جان هم هست اینجا. سلام، سمیر آخوندزاده هستم، یک تن از مجدانان تیم ملی افغانستان. بسیار خوب. بسیار خوش آمدید. انشالله که یک برنامه خوبی داشته باشیم. ابتدا از خودت آغاز میکنیم. سمیر جان، در مورد برگزاری رقابت ها بر ما بگو که این رقابت ها در فاصله چند روز برگزار شد و چند ورزشکار از کابل در رقابت ها حضور داشت. مسابقات در 13 کاتگوری برگزار شد. در 13 وزن از 82 کلب. در 82 کلب 433 بوکسر اشتراک کرده بود که توانستیم در 433 بوکسر در وزن 50 کیلوگرم مایز مقام اول به خود کسب کنیم. و در مسابقات بیش از یک و نیم ماه پلانگذاری شده بود که مسابقات منتخب شهر کابل برگزار میشه. بله، بسیار خوب. به خودت برمیگردیم. ماشاءالله هم یک معلومات کامل و جامع بر ما دادی. قهرمان دیگه هم هست. در مورد بازی های خودت بگو. چند رقابت پشت سر گذاشتندی تا اینکه تانستی در وزن خودت اول بشی؟ ما خودم 6 رقابت کردم، 6 مسابقه در ظرف 11 روز. 11 روز در بر گرفتیم مسابقه ما. 6 مسابقه که توانستم هر 6 شکست بدم، مقام اول بعد. در کدام وزن؟ 67 کیلوگرم. بسیار خوب. و ورزشکارا بدون شک تمامش از کابل بود، چون انتخابی کابل بود و 6 ورزشکار در فاصله چند روز شکست دادید؟ در فاصله 11 روز. بسیار خوب. هر مسابقه در فاصله چند روز برگزار شد یا اینکه مشخص نبود؟ مشخص نبود. مسابقه اول که کردیم 2 روز 3 روز تال خورد. میگم مسابقه دوم میته 1 روز تال خورد، به خاطر که نفرها بسیار زیاد بود. نفرها شهر کابل از بسته کلب بود. بسته کلب پای شهر کابل بود. از هم از اونا بود. بله. مسابقه ما خلاص شد، باز دیگه 3 روز پشت پشت شد. بله. 3 مسابقه ما پشت پشت شد. در فاصله 1 روز بود. همچنان مدثر جان هم هست. در مورد بازی های خودت برای ما بگو. از صد چند ورزشکار عبور کردی تا اینکه تانستی جایگاه نخست کسب کنی؟ ما خودم تقریبا 5 مسابقه کردم در ظرف 11 روز. 5 مسابقه کردم که هر 5 شکست داد، در وزن 75 کیلو مقام اول بگیرم. بسیار خوب. وزن 75 کیلوگرم چون یک وزن بلندی است و بدون شک ورزشکارا خیلی زیاد می باشد. بخاطر وزن میانه می باشد. سخت‌ترین حریفت که تونسته باشی با سختی از صد از او عبور بکنی کدام ورزشکار بود؟ اگر نامش هم بگویی مشکل نیست. نامش خود نمیگیرم. خیلی ورزشکار که مسابقه سوم همراهش بود، یک ذره قوی بود، یک قطع زمین کمک نگاهش به آسانی بردم. و تا راند چندم پیش رفتی با می حریفت که سخت کوشی میکرد؟ با می حریفم 3 راوند مسابقه کردم که در نمره تونستم ببرمش. بسیار خوب. بله. و چند حریف تا ضربه فنی کردی؟ مسابقه سیمی فاینال ما در راوند اول نکاوت کردم، دیگه مسابقه اول ما نکاوت کردم. بسیار خوب. و مسابقه اساس و جالب سیمی فاینال که راه پیدا میکنین به بازی فاینال ضربه فنی. و بدون شک این بستگی به تمرین و سخت‌کوشی و کاربلدی خود دست مدثر جان. انشالله که همین رقم عالی بدرخشی و بتونی یک روز کسب سهمیه تیم ملی بکنی و به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های جهانی هم حضور پیدا بکنی. فرید جان، در مورد بازی‌های خودت بگو. خودت چند ورزشکار ضربه فنی کردی در این رقابت‌ها؟ خودم 2 ورزشکار ضربه فنی کردم. مسابقه اول ما و سیمی فاینال ما. خودت هم مسابقه سیمی فاینال ضربه فنی کردی. دلیلش چی است؟ یا اینکه بسیار آمادگی می‌گرفتین یا جدی می‌گرفتین که قرار است بریم به فاینال؟ بله، ما که تمرین می‌کردیم به خاطر
در مسابقه بالا شدیم که اول شویم. بله. تم زحمت کشیده بودیم، زحمت بکشی راحتش میبینیم ان شاء الله. بدون شک. سمی جان خودت یک قسم آرام هستی، در رنگ خوی رقم آرام نیستی؟ نه خیر. تا در رنگ رقم آرام نباشی که یکی از ضعف‌های یک ورزشکار همین است که آرام میباشه و معمولا کسایی که آرام میباشه باز در رنگ بسیار پرقدرت مشت لگد میزنه. خودت چند ورزشکار شکست دادی و چند تاش ضربه فنی کردی؟ 5 ورزشکار شکست دادم و 2 ورزشکار ضربه فنی کردم. مسابقه اولم و مسابقه سوم. اولم نکاوت کردم، سوم. بسیار خوب. در راوند چندم نکاوت؟ در راوند سوم. اولم در سوم نکاوت کردم، سوم در سوم نکاوت کردم. و سخت‌ترین حریفت دی بازی؟ سخت‌ترین حریفم در فاینال که مقابل شده بود. و بسیار مشکل و بسیار زحمت‌های شکستش دادم. در نمره شکستش دادی؟ بله، در نمره شکست دادم. تفاوت امتیازا میفهمی چند بود؟ نه خیر دیگه. یا پیش داورا میباشه دیگه. در نمره شکستش دادم. بله. بازی پر برخورد بوده دیگه. بله. چنان که من خودم به خاطر گزارش‌هایش آمدم، بازی‌ها بسیار سطحش بالا بود. مادر سپر جان، خودت در مورد سطح برگزاری رقابت‌ها بگو. بدون شک ورزشکارای کابل چون امکانات هم در اختیار داره و تجهیزات مناسب هم در اختیار دارن، سطح برگزاری مسابقات بسیار بالا بود. در مورد سطح برگزاری مسابقات، سطح مسابقات بالا بود، بسیار زیاد اشتراک کننده هم داشت، 433 اشتراک کننده داشت از 86 کلب. بله. طبعا همه زحمت خود کشیده بود، عرق ریختانده بودن تا که بیان مسابقه کنن دیگه. سطح مسابقات بالا بود، همه زحمت کشیده بود. خب خوبی هم سپری شد. بله. ان شاءالله که همین رقم رویدادها زود برگزار شود تا اینکه چهره‌های تازه شناسایی شود در ترکیب ولایت، بعدش در ترکیب تیم ملی و از ترکیب تیم ملی به نمایندگی از افغانستان برای رقابت‌های بیرون مرزی. فرید جان، خودت بر ما بگو که سطح برگزاری مسابقه ها را چگونه دیدی؟ چه تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته بود در بازی‌های کابل؟ سطح برگزاری مسابقات بسیار بالا بود. بچه‌های بود بسیار تیار بودن. کلاگی عرق ریختانده بود. دیگه یارو مخو مسابقه چهارم که سر ما سخت شد تا فاینال. سخت بود دیگه. بدون شک مرحله هر چقدر به فاینال میرسه ضیق میشه و ورزشکارایی که تجربه خوبی داره، عرق ریزی زیادی کرده، بالا میآین. که خودت هم یکی از اون ورزشکارا و قهرمانایی هستی که جایگاه نخست کسب کردی. سمی جان، در مورد این بر ما بگو که چه تفاوت‌هایی خودت دیدی، چه تجربه تازه‌ای را از این رقابت‌ها کسب کردی؟ بدون شک هر رنگ برای یک ورزشکار تجربه تازه‌ای است. چقدر از این مسابقات نکات ضعف و قوت محک زدی؟ در این مسابقات بسیار بوکسرهای قوی آمده بود. پیش از مسابقات دیگه اصلا اول جام را میگرفتن، بعد منتخب شهر کابل بود. بله. بهترین بوکسرها آمده بود. در این کسانی که می آمدن پیش از 3 بار 4 بار قهرمانی میکردن، در این مسابقه میکردن. بعد از این مسابقه در تیم ملی افغانستان اشتراک میتونی بکنی. و در این توانستیم در وزن 51 کیلوگرم آیز مقام اول شویم و در تیم ملی را پیدا کنیم. بله. و از این تجربه بسیار گرفتیم که به یک ورزشکار تجربه بهترین چیز است. بله. تجربه داشته باشی، تجربه نداشته باشی، کم دل و کم شیر می باشی، نمیتونی مسابقه کردن. بله. و ما توانستیم در 5 شکست دادن حریف ما مقام اول از خود بکنیم. بسیار خوب. انشالله کمی رقم پی در پی و بدون شکست باقی بمانین و مدثر در مورد آمادگی هایش برای ما میگه. پس از اینکه شما رقابت های انتخابی را پشت سر گذاشتاندین و تانستی جایگاه نخست کسب بکنی، تمرینات حالا چگونه پیش میره؟ تمرینات ما ادامه داره دیگه. فعلا به مسابقات منتخبم بسیار کوشش کردیم. بله. 3 ماه تمرین کردیم، عرق ریختاندیم دیگه. فعلا تمرین خود ادامه میدیم به خاطر مسابقات سرتاسری و تیم ملی که بتونیم دوام نتیجه خوبه بگیریم ان شاء الله. فرید جان، خودت در مورد آمادگی بر ما بگو. برای این رقابت های مهم چقدر وقت پیش آمادگی گرفته بودی تا اینکه تونستی نتیجه خوب و قناعت بخشی رو بر خودت کسب کنی؟ در این مسابقات ما 4.5 ماه شب و روز تمرین میکنم. روز و شام تمرین میکنم. بله، صبح شام. بله. که منجا دیگه خداوند به در خواست کمک کرد که اول شوی. بله. انشالله کمی رقم ثمره عرق ریزی و خستگی ناپذیری تانه در هر دو شکل، در هر رنگ، چه داخلی باشه چه بیرونی باشه، کسب بکنیم.
سمیر جان، در مورد این برای ما بگو خودت چقدر وقت میشه رشته موجزنی را پیش میبری و چه باعث شد که رشته موجزنی را انتخاب بکنی در میان قدر رشته‌های ورزشی؟ مدت 2 سال میشه ورزش موجزنی را انتخاب کردیم و موجزنی بهترین شوقم بود. علاقه داشتم به ورزش بوکس که دمی بیایم ورزش کنم، یک تن از قهرمانان افغانستان مدال آور آسیا شویم بخیر. و علاقه خاصم در این بوکس بود، توانستم فعلا قهرمان کابل باشم بخیر، شاید قهرمانی آسیا ما بخیر ان شاء الله باشید. بله. و در مورد هم بر ما بگو تا حالا دقیق آمار دست چند بار مسابقه دادی در چوکات رسمی؟ 17 بار مسابقه دادیم. بسیار. 17 برد کردیم، به یاری خدا فعلا باخت نکردیم. در وزن 51 کیلو دیگه همین رقم شکست ناپذیر است. در وزن 51 کیلو بله فعلا دیگه. ان شاء الله که همین رقم ادامه بدی. فرید جان، خودت تا حالا چند مسابقه حرفه‌ای انجام دادی و ثمرش چی بوده؟ من خودم تا حالا 25 مسابقه انجام دادیم که در قاط 25 مسابقه یک باخت داشتیم. بسیار خوب. و باختی را که در برابر حریفت کردی کدام سال بود و بدون شک چقدر حریف پرقدرت بوده که فرید شکست داده؟ پارسال بود تیم ملی. در رقابت‌های گزینشی شکست خوردی؟ تیم ملی کابل بود، افغانستان. در تیم گزینشی تیم ملی بله بود. بله. ان شاء الله که امسال از او شکست سال گذشته تجربه گرفته باشی و بتونی که کسب سهمیه تیم ملی هم بکنی. مدثر جان، خودت در مورد کریر خودت بگو چه باعث شد که رشته موجزنی را انتخاب بکنی و تا حالا چند بار به گونه رسمی وارد رنگ موجزنی شدی؟ تقریبا بیش از 20-25 بار مسابقه رسمی کردیم که ما خودمون یک باخت داشتیم. بسیار. دیگه علاقه من به این ورزش زیاد علاقه داشتم، خوشم می آمد. این ورزش بوکس ورزش رسمی خوشم می آمد، این علاقه داشتیم و خواستیم این ورزش پیش بگیریم. بسیار خوب. یک مقوله از بین ورزشکارا میگه ورزشکارایی که رشته بوکسی را پیش میبرن نمیتونن درست درس بخونن، تحصیل بکنن. چقدر این گپ واقعیت داره؟ این گپ دیگه ربط داره به خود یک انسان دیگه. طبعا ورزش ثقیل است. بله. ورزش ثقیل است. چون مشت همیشه در سر خورده، در رو خورده، در گوش خورده. این گپ داره. خب دیگه کلاه و بعضی چیزاست میتونه آدم جلوگیری کنه. بله. کلاه محافظ بعضی چیزا پوشه باز قدر چیز نمیکنه. بسیار خوب. و در موردی هم برای ما بگو که تا حالا کسب سهمیه تیم ملی شدی تا حالا؟ بله، یعنی حکم قهرمانی است. یک بار در تیم نوجوانان در وزن 60 کیلوگرم 5 مسابقه کردم، 5 روز رد دارد. بسیار خوب. تونست مقام اول بگیرم. هر 5 مسابقه را بردید؟ بله، هر 5. و حالا در جوانان مسابقه میتی؟ حالا در بزرگسالان، جوانان بزرگسالان وزن 75 کیلو. بله. و در مورد این برای ما بگو تا حالا در رشته موجزنی به نمایندگی از افغانستان در رویدادهای بیرون مرزی حضور پیدا کردی یا خیر؟ همون سال که قهرمان شدیم یک بار ما را رئیس فدراسیون ما را تلبیس پیش خود دیگه باز گفت بودجه نیست خودتون بدین، باز دیگه نشد دیگه. وزیر به بعد تصمیم میشه از بخیر که قهرمان شدیم در تیم ملی باز ان شاء الله سفرها میشه میریم. بسیار خوب. کدام رویداد بود که نتونستی به خاطر مشکل اقتصادی بری؟ مسابقات دبی بود. در دبی برگزار شده بود که قهرمانایی که مسابقه قهرمانی کرده بودن ما را میبردن. بسیار خوب. خب باز بعضی مشکلات بود نشد. ان شاء الله که مشکلات حل بشه و بتونین که همین رقم وطندارایتان که داخل افغانستان لط میکنین بیرون از افغانستان هم برین لط کنین. فرید جان، خودت در مورد دوشک‌های جهانی بر ما بگو تا حالا به نمایندگی از افغانستان رفتی در مسابقات بیرون مرزی؟ تا حالا خود نرفتیم، بعد از این مسابقات تیم ملی بخشه ان شاء الله که میریم. بسیار خوب. سمیر جانم در مسابقات بیرون مرزی فکر نکنم موضوع پیدا کرد؟ بخیر نه، فعلا را پیدا نکردیم. در مسابقات تیم ملی بخیر دستاورد خوب بگیریم ان شاء الله را پیدا میگم مسابقات آسیایی بیرون مرزی. و تمرینات خودت حالا چی گونه پیش میره؟ تمرینات خودم به یاری خداوند اهداف خب بسیار کلان است. بله، به یاری خداوند تمرین ما خوب پیش میره. صبح شب زحمت میکشیم به خاطر دستاورد خوب به افغانستان. بله. ان شاء الله ثمرش رو میگیریم ان شاء الله. مدثر جان، هر رشته ورزشی، هر بود زندگی یک انسان الگو می داشته باشه، پیشوا می داشته باشه. الگوی خود در رشته بوکس کی است؟ الگوی خودم در رشته بوکس مایک تایسون. مایک تایسون. چه چیز مایک تایسون خوشت میاد؟ بدون شک مایک تایسون یک دوره طلایی را در رشته موجزنی سپری کرده. خب بمو
فایتش خوشم میاد، هم ضربایی که میزنه، هم جنگی فایت میکنه، تکنیکش، هم زیرک بودنش، بله اونم تیز بودنش. فرید چه کسی را دوست داره کارش ادامه بده؟ من خودم الگوی خودم کشور داخل کشور برادر بزرگم است. بسیار خوب. به خاطر که قهرمان از وقت تیم ملی چندین دوره بود. بسیار خوب. نامش همیشه بگویید. عزیز عزیزی. بسیار خوب. دیگه باز از بکسرهای خارجی کلینو. بسیار خوب. کلینو مربوط کدام کشور میشه؟ مربوط کشور شخص نمیشه. کشور فقط خودش هم میشناسه. بسیار خوب. انشالله که بتونی مثل برادر بزرگت که الگویت هم هست و چقدر خوب است این فرهنگ نهادی نبشه و ورزشکاری باشه که از افغانستان وطندار خود انتخاب بکنه. حالا مشکل نداره تایسن. اگر مثلا ما مثل تایسن ورزشکار داشته باشیم دیگه بدون شک افغانستان در رشته در هر مسابقه‌ای که میره مدال میاره، قهرمانی میاره. و سمیر جان میگه که کاری که دوست داره پیش ببره. من در افغانستان الگوی من استادم است. بسیار خوب. استاد معین بارز. بسیار خوب. و از بکسرهای خارجی مایک تایسن است. بسیار خوب. بسیار کارکردش خوش دارم، سبکش خوش دارم. بسیار بکسر با کله است. بسیار بکسر با جنگی است. بسیار بکسر شکست ناپذیر است اصلا دیگه. فعلا دیگه وقتش نیست، خلاص شد دیگه. یعنی وقتی که او بود هیچ بکسر نمیتونست او شکست بده. بله بدون شک. محمد علی کلی، مایک تایسن، اینا کسایی بودن که در رشته مشتنی دوره طلایی را پشت سر گذاشتندن و چقدر خوب است بازم مثل تایسن در عصری که ما زندگی میکنیم مثل محمد علی کلی محسن داشته باشیم و از دیدن مسابقهاش لذت ببریم. بله. ما خود دوره نبودیم منتها ویدیوهاش که میبینیم واقعا خیلی خوب بازی میکردن. و تنها رشته مجدنی را پیش میبردی دیگه؟ بله تنها رشته مجدنی را پیش میبردیم. بسیار خوب. بعضی از میمونای ما که اینجا هستن هم رشته مجدنی را پیش میبرن، در کنار از او فری فایت هم پیش میبرن، محیط های هم پیش میبرن. مدثر جان خودت من حیث یک بازیکن حرفه‌ای در رشته مجدنی به کسایی که مختلط بازی میکنن چی گفتنی داری؟ تمرکز خود باید چگونه حفظ بکنن؟ والا دیگه شوق خودشون است دیگه. ما خب فعلا نمیتونیم خود متنوع بوکس پیش میبریم. بسیار باز کسایی که فری فایت کار میکنن طبعا ضرور است که باید بوکس هم کنن. بله. به خاطر که از هر رشته ورزشی در رشتهش هم کار شده. بله. بسیار خوب. دیگه مجبور هستن دیگه. ما فعلا این بوکس گرفتیم پیش خوب مجبور هستن که بوکس هم کار کنن دیگر رشته ورزشی. بله. فرید جان گاهی هوای فری فایتر شدن به سرت زده چون بخش مبارزات آزاد کم درآمدش خوب است. تا حالا یه اسم برات رخ داده که والا از مش چیزی جور نمیشه رو بیاریم به مبارزات آزاد؟ نه خیر نه شوق ما خب بوکس است. بوکس بهترین ورزش است دیگه ما میخوایم که بهترین بوکس کنیم دیگه. بوکس بهترین بوکس پیش بری دیگه. بسیار خوب. سمیر جان خودت بر ما میگی که در افغانستان گفتی کار استادت پیش دوست داری؟ بله. و تا حالا پیش از این کسب سهمیه تیم ملی نشدی؟ نه خیر پیش از این نشدیم. پیش از این در مسابقات جام اشتراک میکردیم. جام عبدالرشید بود. بسیار خوب. جام سعد بود. جام معروف رقابت بود. ولی بعد از این در تیم ملی را پیدا کردیم. بسیار خوب. مدثر جان خودت در موردی بر ما بگو پس از این که اگر بدون شک شما بازیکنی هستین که حرفه‌ای هستین، تیز هستین، من مسابقاتتان دیدم، پکیجایی که در اختیار ما قرار گرفته بود دیدیم و وزن 75 وزن متوسط است. بیشتر هم گفتم ورزشکارای خوبی در این وزن فعالیت میکنن. اگر کسب سهمیه را تیم ملی را کسب بکنی برنامه از چه قرار است؟ اگر بودجه یا امکانات در دست قرار نگیره بر رقابت‌های بین‌المللی چه خواهی کرد؟ دیگه انشالله اگر کسب سهمیه تیم ملی را گرفتیم تمرین میکنیم. بسیار. که اگر کدام سفر شد خب دولت مایکت خب میریم دیگه. یعنی دیگه چاره نیست دیگه. امور رقم میمونه. انشالله میشه. بسیار خوب. و امکاناتی که برای ورزشکارا چون شما تا حالا کسب سهمیه تیم ملی نکردین و چی هم ندارین، اصلی هم ندارین و او کسایی که کسب سهمیه هم کردن هنوز اونا هم ندارن. هر ورزشکاری که اینجا میاد از این جناح شکایت دارن که تا حالا اما اصلی ما پرداخت نشده. و کوتاه روی دستاوردهایتان صحبت میکنیم.
عده‌ای از مدال‌ها، تقدیرنامه و تحصیلنامه اینجا روی میز برنامه افتخار است و روی هر کدامش بسیار فشرده صحبت می‌کنیم. درست ابتدا بیایم روی از این مدال صحبت بکنیم. بسیار زیاد هم است، انشالله که بتونیم کلش رو به تصویر بکشیم. ابتدا روی ازی صحبت بکنیم، مربوط کی میشه و از کدام رویداد کسب کرده؟ مربوط من میشه. بسیار خوب. بله. این در مسابقات پلیس بود، مسابقه کردیم در جام اسمایی. تونستیم که مدال کسب کنیم. جایگاه اول گرفتیم. بله. دو رقابت چند حریف شکست؟ دو حریف خود شکست دادیم. دو حریف شکست دادی و بله. مدال طلا را کسب کردی. و بعضی ورزشکارها هست در گروهی که قرار میگیره، یک ورزشکاری که در برابرش قرار میگیره و حاضر نمیشه، باز بسیار کس خوب بر ورزشکار رخ میده به دلیلی که پر انرژی تر میباشه در برابر دیگه حریف خود. طالبایی از ما در این مسابقه معرف سیم حاضر نشد، دیگه نمیفهم که چی دلیل بود. چه حسی داشتی وقتی که خب طبعا دیگه خوش می‌داشت، خوش میباشی دیگه، آمادگی را بیشتر روی برنامه سیمی فاینال انداخته بود. روی از این مدال صحبت بکنیم، مربوط کی میشه؟ مربوط ما میشه. این هم از امیر رقابت هاست. بله از جام پلیس است. بسیار خوب. اینجا خودت چند حریف شکست دادی؟ 3 حریفه. 3 حریف شکست دادی و جایگاه اینو خاص. شما 3 نفر دیگه کارتان بخی از می اول شدن هیچ کم نیست. در دوم و سوم دیگه هیچ قناعت نخواد بکنین. اون نفرایی که رفیقای دیگه دارم سهم بدین که بتونن یک دلخوشی پیدا بکنن. روی از این مدال صحبت بکنیم. از خود دستم میگم صحبت بکن. روی ازی چند حریف شکست دادی؟ 3 حریف شکست دادم در جام صحت. جام صحت؟ صحت بله. بسیار خوب. او در کابل برگزار شده؟ در کابل برگزار شده بود بله. بسیار خوب. 3 حریف شکست دادم، مقام اول گرفتم. در وزن 51 کیلو. 51 کیلو. بسیار خوب. ان شاء الله که این رقم بدون شکست باقی بمونی و آینده درخشانی هم در انتظارت هست. روی از این مدال صحبت میکنیم، مربوط کی میشه؟ این مربوط ما میشه. در موردش صحبت بکنیم. از کدام مسابقه؟ این از سازمان پروفشنال بود، مسابقات پروفشنال بود که یک مسابقه میشد در سازمان AGC. بخش بوکس بود؟ بله که توانستم حریف خودت نکاوت کنم. حریف نکاوت کنی و طلا را گرفتی دم یک بازی. ان شاء الله که این رقم بدون شکست باقی بمونین. مدثر جان، همون مدال در اختیار من قرار بده، یک قسم متفاوت در چشم خورد. روی از این مدال صحبت بکنیم، مربوط کی میشه؟ این مدال مربوط من میشه. همون سال است که در نوجوانان در وزن 60 کیلوگرم 5 حریف خودش شکست دادم. این هم تقدیرنامه‌اش است. در تیم ملی نوجوانان بود. بسیار خوب. ان شاء الله که همین رقم بدون شکست باقی بمونی و از این جایگاه اول هیچ کم نبیایی، هیچ دوم و سوم کسب نکنی. روی تصحیح‌نامه هم بسیار کوتاه صحبت میکنیم. تصحیح‌نامه مربوط فریجان میشه. فریجان افتخاراتت بسیار زیاد است، رویش صحبت بکنید. از کدام مسابقه گرفتی؟ همین حالا یاد کردم سازمان AGC بود، مسابقات پروفشنال. بله تک بازی بود که توانستم در راوند دوم حریف خود از ضربه فنی کنم. بسیار خوب. ممتاز. ضربه فنی که میکنین با گونه معیاریش بکنین که نفر شفاخانه روان نکنین. روی از این تصحیح‌نامه صحبت بکنین، مربوط فریجان یا مربوط فریجان میشه؟ یا از مسابقات جام آزادی بود. بسیار. جام آزادی بود که با شکست دادن 2 حریف مقام اول گرفت. بسیار خوب. اونمو گپ از دیگه شما هیچ از این اول هیچ کم نمیکنین. از مدثر جانم اینجا هست، چند تایشه به تصویر میکشونیم. پرودیوسر صاحب روی ازی صحبت بکنیم که از کدام این از مسابقات است که مدالش پیشتر نشان دادی که متفاوت است. این در 5 مسابقه کردم در تیم نوجوانان، تیم ملی نوجوانان قهرمان شدم. بله. بسیار خوب. و همون قسم مثل مدالش تصحیح‌نامه‌ش هم یک قسم متفاوت است. بله. سازمان جهانی منی راوند بوکسینگ لیگ در افغانستان. بله. این مسابقات آماتور بود که در تریسپورت برگزار شده، که سازمان TGFC. بسیار که 2 مسابقه کردم، یک شد راوند اول ضربه فنی کردم و دومش در نمره بردم. بله. بسیار خوب. ان شاء الله که این رقم عالی بدرخشین، چون وقت برنامه دیگه رو به اتمام شدن است. سمیر جان ان شاء الله که در برنامه‌های آینده همکار باشیم، افتخار آفرینی بکنیم مثل بازی‌های گذشته و بتونیم بازم میزبانی شما را بکنیم. حرف و حدیثی باشه بسیار کوتاه. دوربین‌های 2 شبکه افغانستان در اختیارتان است. گفتنی خاص ندارم، فقط ورزشکارا رو تشویق میکنن، جوانان رو تشویق میکنن که ورزش کنن. بله.
با کشور خود افتخار بیارن. بله فرید جان. گفتنی خاص ندارم. گفتنی من میست که ورزش ضامن صحت است. باید ورزش کنیم تا سالم بمانیم. بله بدون شک. سمیر جان. گفتنی خاص ندارم. از ریاست فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان تقاضا داریم ما را حمایت کند به بله بسیار تشکر. روبروی ما آمادگی خاص داریم. بسیار تشکر. بسیار تشکر از این حضور پیدا کردین. از شما هم سپاسگزار هستم که تا این دم بیننده برنامه افتخار بودین. تا برنامه‌های دیگر شما را به خداوند منان بی‌نیاز می‌سپارم. همچنان بیننده بقیه برنامه‌های ملی و